بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. احمد السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بینندگان گرامی قدر، میخوایم درسی داشته باشیم در نسبت کلمه توحید. کلمه است که کلید اسلام است، کلید ایمان است، کلید جنت است و کلمه است که باید هر یک فرد مسلمان این کلمه را تلفظ کنه و معناش بدونه و عمل کنه با اون چیزی که این کلمه تقاضا میکنه. انسان نمیتونه مسلمان باشه بدون این کلمه. هر کسی که دعوای اسلام میکنه باید این کلمه را بدونه و تنها گفتن این کلمه فایده نمیکنه، بلکه لازم است یکی ما این کلمه را بگیم و معنای کلمه را بدونیم و آنچه که کلمه تقاضا میکنه او را رعایت کنیم. برای این کلمه فضایل زیاد است. از جمله فضیلتاش است که کسی که این کلمه را میگه، تلفظ میکنه و تصدیق میکنه با قلبش و عمل میکنه با او چیزی که این کلمه تقاضا میکنه، داخل جنت میشه. و این کلمه همون کلمه است که اگر در ترازو مانده شود و دنیا را در دیگر طرف ترازو مانده شود، این کلمه وزنی میکنه. و همچنین اگر در وجود یک شخصیت تنها همین کلمه باشه، همین کلمه گوینده خودش از آتش جهنم بیرون میکنه، با شرطی که در کفر و شرک دچار نشده باشه. ایده از اشخاص هست که کلمه را میگن باز با قطارش کفر و شرک میکنن و با همین کفر و شرکشون از بین میره. در او حالت این کلمه برای تو فایده نمیده. وقتی که از دنیا رفتی پر از معصیت باشی و بعدا این کلمه ترا چیکار میکنه؟ ترا نجات میده با شرطی که کفر و شرک نداشته باشی. از جمله دیگر فضایل این کلمه است که این کلمه کلید جنت است. و همچنین این کلمه همون کلمه است که تمام انبیاء به خاطر این کلمه پایان شدگی هستند. از نوح علیه السلام سرکردگی تا آخرین نبی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، اونها آمدن تا اینکه کلمه را برای مردم برسونن و این کلمه چی تقاضا میکنه برای مردم بگن و بفهمونن. تمام انبیاء آمدن و محنت کردن و اذیت و آزار شدن به خاطر این کلمه. نبی صلی الله علیه و سلم 13 سال دعوت کرد، مردم را دعوت کرد به طرف این کلمه، یعنی کلمه توحید، و 10 سال دیگه جهاد کرد به خاطر اعلای همین کلمه. و اولا لازم است که ما تلفظ کلمه را بدونیم. تلفظی است که لا اله الا الله، لا اله الا الله. وقتی که ما تلفظ میکنیم در اینجا میگیم لفظ اله. اله چی معنی داره؟ میگردیم به طرف علمای لغت که اله چی معنی داره. اولا اله یا اله مثل است به مانندی مثلا عبد یا معبود. عبد و معبود، اله عبد را میگن، اله معبود را میگن. عبد کسی که عبادت میکنه، معبود کسی که عبادت میشوه. مثلا ما عبد هستیم، عبد الله هستیم، ما را عبدالله میگن و الله معبود است. چرا؟ به خاطر که ما او را عبادت میکنیم، او عبادت میشوه. و دویما باید ما بدونیم که این کلمه چی معنی داره. لا اله الا الله یعنی لا معبود بحق الا الله. معنا و ترجمه کلمه توحید است که نیست معبودی بر حق مگر الله. نیست معبودی بر حق مگر الله. وقتی که ما اله میگیم یا معبود میگیم، در اینجا معبودهای باطله و معبودهای حق هر دوش داخل میشه. اما کلمه اله که هست تمام معبودهای باطله را پشت سر میگذاره و ثابت میکنه معبود حق را برای الله. یعنی معبود حق کی هست؟ الله هست. و برای این کلمه رکن ها است. 2 رکن داره. رکن اول نفی و رکن دوم اثبات. رکن با چی گفته می شود؟ رکن با اون چیزی گفته می شود که چیز دیگه با سبب این استاد شدگی است. وقتی که میگیریش این چیزی که استادگی است میغلطه. مثل که انسان رکن اساسیش چی است؟ این پاهاش است و بدنش است که اگر انسان پا نداشته باشه میغلطه. یعنی پا رکنی از ارکان وجود انسان است. همین این کلمه با خودش رکن داره. کسی لا اله الا الله میگه اما ارکان رکنهای کلمه توحید در وجود او پیدا نمیشوه،
این شخصیت با گفتن لا اله الا الله داخل جنت نمیشه. چرا؟ زیرا که این رکنها در او پیدا نشید. خب گفتن دو رکن داره. رکن اول نفی و رکن دوم اثبات. لا اله یا نفی میگن و الا الله ایرا چی میگن؟ اثبات. نفی یعنی چی؟ لا اله نفی یعنی تمام آن چیزها و آن کسایی که عبادت میشن غیر از الله همش باطل هستند. کسی سنگ عبادت میکنه، کسی قبر عبادت میکنه، کسی کدوم شیخ عبادت میکنه، اینا همش عبادت الههای باطل هستند. اینا همش معبودهای باطل هستند. عبادت میشوند اما حقشون نیست که عبادت شوند. و الا الله اثبات. اثبات یعنی چی؟ یعنی تمام عبادت ها برای کی است؟ برای الله است. به خاطر کی است؟ به خاطر الله. روزه، نماز، حج، زکات، هجرت، جهاد، ذکر، تلاوت، عبادت، دعا، ذبح، قربانی، همه چی به خاطر کی کردن نکنه؟ به خاطر الله. هر وقتی که انسان فهمید که معنای کلمه توحید این است که نیست معبودی بر حق مگر الله و در فهمید که این دو رکن داره. رکن اولش که لا اله نفی است یعنی تمام آن چیزهایی که عبادت میشه غیر از الله باطل است و رکن دومش الا الله یعنی اثبات. به این معنی که تمام عبادت ها برای الله است. وقتی که ما فهمیدیم که تمام آن چیزهایی که عبادت میشن غیر از الله باطل است، پس دیدیم کسی را که قبر عبادت میکنه، دیدیم کسی را که شیخ را عبادت میکنه، دیدیم کسی که قانونهای کفری را عبادت میکنه، ما باید بدانیم که این باطل را عبادت کرده است و این شخصیت مرتد است، از دین خارج است. و وقتی که ما دیدیم که مردم تمام عبادت هاشون برای الله میکنن، پس یعنی در وجود آنها اثبات شد. در وجود یک از چه نفی اثبات میاد؟ این نفی اثبات میاد که اگر یک شخصیت بگه که تمام آن چیزهایی که عبادت میشه غیر از الله باطل است و باطل بدونه و کسی که عبادت میکنه غیر از الله را اونها را مرتد بدونه و تمام عبادت ها را به خاطر الله بدونه، در وجود این شخصیت نفی اثبات پیدا شده است. در وجود این شخصیت هم نفی هم اثبات دو رکنی از کلمه توحید پیدا شده است. پس این شخصیت مسلمان میشه بعد از رعایت کردن شروط کلمه که این کلمه تقاضا میکنه. فباذن الله در درس آینده ان شاء الله تعالی شروط کلمه را برای شما یک تا میفهمونیم ان شاء الله تعالی. و وقتی که ما میگیم که رکنها هر دوش در وجود انسان باشه، هر دو رکن در وجود انسان باشه، وقتی که میگیم لا اله الا الله و ترجمهش هم این میدونی که نیست معبودی بر حق مگر الله، پس تمام آن چیزهایی که عبادت میشن غیر از الله اونها را باطل میدونی و تمام عبادت ها را به خاطر الله میدونی. یعنی در وجود تو نفی و اثبات پیدا شد. اگر در وجود گوینده کلمه توحید نفی باشه اثبات نباشه، پس این مسلمان نمی باشه. یعنی بگه که تمام آن چیزهایی که عبادت میشن غیر از الله باطل است اما عبادت را برای الله نکنن، این شخصیت مسلمان نمی باشه. یا که اثبات در وجودش پیدا شود نفی پیدا نشه، با که عبادت ها هم به خاطر الله میکنیم لیکن کفر با طاغوت نداشته باشه، عبادت نکنه، عبادت را بگیم که باطل ندونه، چیزایی که عبادتش غیر از الله باطل ندونه، پس این شخصیت مسلمان نمیشه. لازم است که هم نفی باشه هم اثبات در وجودش باشه. تمام اون چیزایی که عبادتش غیر از الله اونها را باطل بدونه و تمام عبادت ها را برای الله بدونه. امروز ایده از شخصیت ها در تاجیکستان یا غیر تاجیکستان میبینه که در وجود چون اثبات پیدا میشه، یعنی عبادت ها را برای الله میدونن، نماز برای الله، روزه برای الله، اما کفر با طاغوت ندارن، اما قبرهایی که عبادت میشه اونها را باطل نمیدونن، نعوذ بالله من ذلک، میرن اونجا دعا میکنن، ذبح یا قربانی میکنن. ایده از اونها است که نه نفی در وجودشون است نه اثبات در وجودشون. تمام اون چیزایی که عبادت میشه غیر از الله اونها را باطل نمیدونن و علاوه بر عبادت ها را برای طاغوت انجام میدن. مثلا حکم به غیر ما انزل الله میکنن، در پیش قبرها ذبح و قربانی میکنن. و این خوب بدونه که مشرکین مکه قائل بودن که خالق، رازق، مالک، مدبر، متصرف الله هست، اما عبادت ها را برای غیر از الله انجام میدادن. از این لحاظ نبی صلی الله علیه و سلم اونها را مشرک گفت و در مقابلشون جنگ کرد و مالهاشون غنیمت گرفت، خودشون نکش و زنهاشون کنیز قرار داد.
برای همین لازم است که تمام اون چیزایی که کلمه تقاضا میکنه ما او را رعایت کنیم و خصوصا نفی اثبات را ما بدونیم. ده ارکانی که از کلمه توحید است او را ما بدونیم که نفی و اثبات چی معنی داره و این نفی اثبات در وجود ما بیاریم تا اینکه این کلمه در روز قیامت ما و شما را از سختی های قیامت نجات بده و از آتش جهنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.